خدمت همراهان عزیز. امروز با درس 21 از کتاب گرامر اسانسیل دو فرانسه نیروی ادو در خدمتتون هستم و توی این درس میخوایم با هم ببینیم که چطور میتونیم افعال رو صرف بکنیم و صرف چند تا فعل مهم رو اینجا به ما گفته: فعل اتر، avoir، faire و aller که فعل‌های بسیار مهمی هستن. je suis، toi، il va، elle fait. خب می‌بینید که مثلا je suis journaliste، من خبرنگار هستم. ils ont des enfants، اونها بچه دارن. خب با توجه به معنایی که این افعال دارن میخوایم ببینیم که به چه صورت اینها رو میتونیم استفاده بکنیم و صرفش رو یاد بگیریم. je suis journaliste، من خبرنگار هستم. میدونیم که ما فعل اتر رو زمانی استفاده میکنیم که میخوایم بعدش یک صفتی رو استفاده کنیم. حالا میتونه یک صفت توصیفی باشه و این صفتی باشه ادجکتیو کالیفیکاتیو باشه، یعنی بخوایم یک کسی رو توصیف کنیم. میتونه به معنای بودن باشه، میتونه شغل ما باشه، ملیت ما باشه. اینها همشون با فعل اتر در واقع بیان میشن. ils ont deux enfants، اونها دوتا بچه دارن. فعل avoir هستش. خب برای داشتن ما میدونیم که فعل avoir رو میتونیم برای گفتن سن، برای مالکیت یک شخص یا یک چیز، یا برای بعضی از حالت‌ها مثلا گرسنه بودن، تشنه بودن، ترسیدن. اینها همه اصطلاحی است که با فعل avoir به کار میره. elle fait de la gymnastique، اون ورزش میکنه. فعل faire انجام دادن، برای ورزش ها، برای موسیقی ها و خیلی از کارها میتونیم از فعل faire استفاده بکنیم. nous allons au cinéma، ما به سینما میریم. فعل aller به معنای رفتن. il a 40 ans، اون 40 سالشه. elles font de la danse، اونها میرقصن. faire de la danse یعنی رقصیدن. tu vas à la plage، تو به ساحل میری. vous êtes étudiant یا vous êtes étudiant، میتونیم لیزون هم بکنیم. شما دانشجو هستی. خب پس اینها در واقع افعالی هستن که باید با توجه به معنا اینها رو استفاده بکنیم. خب صرف این افعال رو اینجا با هم داریم که باید حتما این فعل ها رو، چون فعل های بیقاعده هستن، حتما باید صرف فعلشون رو حفظ باشیم. فعل اتر رو با هم ببینیم. je suis یعنی من هستم، تو هستی. منظور به این صورت هست: je suis، tu es، il est، elle est، on est، nous sommes، vous êtes، ils sont، elles sont. اینجایی که این علامت رو گذاشته یعنی باید لیزون بشه. میدونین که قانون لیزون به این صورته که اگر یک کلمه آخرش اس یا ایکس باشه و کلمه بعدی با وایل شروع بشه، ما اینها رو باید به هم چسبیده تلفظ بکنیم و صدای ز بشنویم. یا مثلا اگر یک کلمه آخرش ت یا د باشه و کلمه بعدی با وایل شروع بشه، ما لیزون میکنیم و صدای ت میشنویم. یا اگر یک کلمه آخرش ان باشه مثل اون، خب به تنهایی این نزل هست، ولی کلمه بعدی با وایل شروع بشه این نه کامل توی دهان تلفظ میشه. میگیم اونه. میبینین نه رو کامل تلفظ میکنیم. یا اینجا مثلا میگیم ووزت. چرا؟ چون آخر وو اسه و ات با وایل شروع میشه. پس فعل اتر رو صرفش رو باید خوب بلد باشیم. je suis، tu es، il est، elle est، on est، nous sommes، vous êtes، ils sont، elles sont. بسیار فعل مهمیه و اغلب بچه‌ها این رو اشکال دارن. تا آخرش هم هی صرف اینها خوب بلد نیستن. حتی شما میخواین بعدها یاد بگیرین که چطور میتونیم یک فعل رو به زمانهای دیگه صرف بکنیم. اینها به عنوان فعل کمکی لازم هست که اینها رو صرفشون رو بلد باشید. فعل avoir، j'ai، tu as، il a، elle a، on a، nous avons، vous avez، ils ont، elles ont. باز دوباره صرفش رو دقت بکنید. فعل faire، je fais، tu fais، il fait، elle fait، on fait. ببینید تا اینجا صرفش یکیه، هیچ فرقی نکرد، فقط نوشتارش فرق میکنه. nous faisons، اینجا درسته که ایه ولی استثناست. میگیم nous faisons، نمیتونیم بگیم nous faisons. non، nous faisons، vous faites، ils font، elles font. چرا میگیم فعل گروه سوم بی‌قاعده‌اند؟ چون ببینید اصلا هیچ قاعده‌ای برای صرفشون وجود نداره و ما مجبوریم که اینها رو حفظ بکنیم. و برای فعل aller، je vais، tu vas، il va، elle va، on va، nous allons، vous allez، ils vont، elles vont. خب اینها رو هم باید به همین صورت حفظ کنیم. پس خیلی مهمه صرف افعال، صرف درستشون. و بهتون پیشنهاد میکنم که برای اینکه صرف این افعال رو یاد بگیرین هم نگاه کنید و هم بنویسید چند بار و اینجوری میتونید از 2 تا حافظه استفاده بکنید و خوب یاد بگیرید.
تمرینات رو با هم ببینیم. خب طبق معمول اولین تمرین رو که باید گوش کنین écouter et indiquer les liaisons، باید گوش کنین و لیزون ها رو مشخص بکنین، یعنی کجا لیزون میکنه. puis répéter toutes les phrases، و بعد جملات رو باید تکرار بکنین. میتونین یک بار گوش کنین هر جمله رو قطع کنین، ببینین کجا لیزون شده، علامت لیزون رو بذارین و بعد تکرار بکنین، با صدای بلند هم تکرار کنین. برای تمرین 2 compléter le tableau avec la forme verbale qui convient. خب اینجا باید قاعدتا صرف فعل این 4 تا فعل aller, faire, avoir و être رو بلد باشین که ما توی این صفحه با هم دیدیم. خوب که تمرین کردین میتونید این جدول رو کامل کنید. تمرین 3 associer les sujets aux phrases. خب اینجا خیلی مهمه که ببینین که هر کدوم از اینها به کدوم جمله میخوره. مثلا میتونیم بگیم که tu vas au festival de jazz، تو به فستیوال جاز میری، یعنی برای ام میتونیم از شماره 2 استفاده کنیم. یا مثلا میتونیم بگیم که je suis américaine، چون میدونین که suis برای جو هست، یعنی من آمریکایی هستم. اون برای اون مثلا میتونیم بگیم on fait du sport، یعنی با هم ورزش بکنیم. اینجا چون فق رو آخرش ت داره میدونیم که برای اون میتونه شماره 5 مناسب باشه. لیا اپول، لیا اپول ایل پلوریل دیگه، یه زن یه مرد، ایل پلوریل هست. پس باید یه فعل رو پیدا بکنیم که به صورت ایل پلوریل صرف شده باشه. پس میتونیم بگیم لیا اپول اونن منیفیک آپارتمان، یعنی آپارتمان فوق العاده دارن، یه واحد مسکونی فوق العاده دارن. یا مثلا میتونیم بگیم که nous allons au théâtre، ما به تئاتر میریم. یا مثلا بگیم که vous êtes marié، شما متأهل هستین. پس باید ببینیم که هر کدوم از این فاعل ها چه فعلی براش مناسب هستش. souligner la forme verbale qui convient، حالا زیر اون فرم فعلی که مناسب هست باید خط بکشیم، ببینیم که کدوم فعل به چه صورت مناسب هستش. مثلا میگیم که تو کلش، این ا وقتی اس داره برای تو مناسبه. درسته که هر دوی اینها ا تلفظ میشن، ولی وقتی اس داره برای تو هست. پس میگیم تو کلش، تو چند سالته؟ vous êtes de quelle nationalité، شما از چه ملیتی هستین؟ ا برای تو هست، ات برای وو هست، پس بعد از ات استفاده کنیم. les enfants ont faim، بچه ها گرسنه‌شونه. avoir برای ایل پلوریل اون میشه. لوکا اموا میشه ما دیگه، لوکا و من میشیم ما. پس باید بگیم که لوکا اموا الون الا پرفکتور، میریم به پرفکتور. پرفکتور یه سازمانیه که مثلا مثل کار اقامت و ثبت گذرنامه اونها رو اونجا انجام میدن. میریم به پرفکتور در واقع. il fait très froid ce matin. خب برای این ما از فی استفاده میکنیم که آخرش ت هست. درسته که هر دو ف تلفظ میشن، ولی این دومی درسته. est-ce que Selma est étudiante، دوباره این هم هر دو ا تلفظ میشن، ولی اونی که آخرش ت داره برای ال، ایل و ال سوم شخص در واقع صرف میشه، سوم شخص مفرد. ce soir on va au cinéma، چون اینجا فاعل رو اون در نظر گرفته، پس فعل هم میشه on va. نمیتونیم بگیم اون الان، نو on va au cinéma، ما میریم به سینما. est-ce qu'il fait beau، حالا دوباره باید از اون فی استفاده کنیم که آخرش ت داره. est-ce qu'il fait beau یعنی آیا هوا خوبه؟ خب تمرین شماره 5 écoutez et cochez les formes verbales de chaque phrase. میگه گوش کنید و اون فرم فعلی هر کدوم از جمله ها رو بنویسید. یعنی مثلا شما میشنوین ils sont یا میشنوین ils ont، elles sont یا elles ont. باید دقت کنید توی تلفظش و میتونید علامت بزنید. تمرین 6 souligner la forme verbale qui convient، دوباره اون فرم فعلی که مناسب هست رو انتخاب بکنید. خب مثلا برای اولی باید بگیم tu fais du sport، چون میدونی که اونی که اس داره برای تو مناسبه، ولی fait تلفظ اینا به این صورت هست، ولی باید بگیم tu fais du sport. oui je fais du volleyball، je fais یعنی اولی رو استفاده میکنیم، je fais du volleyball et je vais à la piscine، دوباره اولی فرم اول رو استفاده میکنیم، یعنی میرم به استخر. quel âge vous avez، quel âge vous avez سومین گزینه رو استفاده میکنیم. on a 6 ans tous les deux، یعنی ما هر دومون 6 سالمونه. این این وسطی رو باید انتخاب بکنیم چون مناسب اون این هستش. on est jumeaux، ما دوقلو هستیم. فرم اول رو انتخاب میکنیم. ببینید این میشه ا سوم،
درسته که اینها هر دو ا تلفظ میشن ولی گزینه اول درسته. تو as faim، باز دوباره اولین گزینه. تو as faim، تو گرسنته. oui un peu mais j'ai surtout soif، ولی من بیشتر تشنم هست. j'ai surtout soif، پس اینجا باید اولی رو استفاده بکنیم. qu'est-ce qu'elle fait، اون داره چه کار میکنه؟ گزینه سوم. qu'est-ce qu'elle fait، il est déjà 17 heures، دیگه هنوز هیچی نشده، ساعت 5. je crois qu'elle fait des courses، فکر میکنم که داره خرید میکنه. پس faire des courses یعنی خرید کردن، خرید سوپرمارکتی، و ما باید این گزینه سوم رو انتخاب بکنیم. vous êtes fatigué، گزینه وسط. vous êtes fatigué. oui on est très fatigué، گزینه وسط. on est très fatigué et on a envie de dormir، گزینه اول. ما دلمون میخواد که بخوابیم. on a envie de dormir. qu'est-ce qu'on fait ce soir، fait اولی. qu'est-ce qu'on fait ce soir، امشب چیکار کنیم؟ on va au théâtre si tu veux، میریم به تئاتر اگه بخوای. on va اولی رو انتخاب کنیم. nous faisons des promenades presque tous les jours. nous faisons، خب اینا هم فعل فعل هست ولی برای nous باید از faisons استفاده کنیم. nous faisons des promenades presque tous les jours، ما گردش میکنیم، تقریبا هر روز گردش میکنیم. nous faisons des promenades. avis vous allez où، کجا میرین؟ پس اله رو برای vous صرف کنیم، میگیم vous allez où، کجا میرین؟ تمرین 7 compléter la grille en conjuguant au présent، میگه حالا این جدول رو کامل کنیم با صرف فعلی که بهتون گفته. مثلا میگه avoir رو برای vous صرف کنیم، faire رو برای il صرف کنیم. صرف این 4 تا فعل رو باید خوب یاد بگیرید. بعد میگه که remettez dans l'ordre les lettres des cases jaunes، بعد میگه به ترتیب کنید این خونه های زرد رنگ رو pour écrire un verbe conjugué au présent، برای اینکه بتونید یک فعل صرف شده به زمان حال رو پیدا بکنید. برای نو در واقع صرف میشه اون فعل. خب conjuguer les verbes au présent، باز دوباره فعل های توی پرانتز رو باید به présent به زمان حال صرف بکنیم برای فاعلی که اومده. باید دیکتاش رو ببینید ولی من صرفش میکنم که معنی جمله رو بتونم بهتون بگم. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en vacances، یعنی شما وقتی که در تعطیلات هستین. quand vous êtes en vacances چه کار میکنید؟ Qu'est-ce que vous faites. mes amis vont en Espagne la semaine prochaine. mes amis vont، اله برای mes amis که میشه il pluriel میشه vont دیگه. پس mes amis vont en Espagne la semaine prochaine، دوستان میرن به اسپانیا هفته آینده. est-ce que Sophia est heureuse de vivre en France، آیا سوفیا از اینکه توی فرانسه زندگی میکنه خوشحاله؟ در واقع باید فعل être رو برای سوفیا یعنی برای ال سنگولیه صرف بکنیم. les enfants، داره سوال میپرسه. les enfants vous avez soif، شما تشنتونه؟ avoir برای vous میشه vous avez soif، تشنتونه؟ nous faisons du sport tous les dimanches، یعنی ما هر یک شنبه ورزش میکنیم. nous faisons du sport. nous allons les aider، ما میریم اونها رو کمک کنیم. فعل aider یعنی کمک کردن. vous n'allez jamais au cinéma pendant les vacances، شما هرگز به سینما نمیرین در طول تعطیلات. quel âge avez-vous، چند سالتونه؟ elles font de l'équitation tous les mercredis à 15 heures، اونها سوارکاری میکنن، اسب سواری میکنن. elles font de l'équitation tous les mercredis à 15 heures. mes parents et moi، پدر مادرم و من، پس میشه نو دیگه. در واقع باید بگیم mes parents et moi allons souvent au bord de la mer le week-end، ما آخر هفته اغلب میریم به کنار دریا. Paco et Pedro ont 8 ans، پاکو و پدرو ایل پلوریل هست، پس باید avoir رو برای ایل پلوریل صرف کنیم. پس میگیم پاکو et Pedro ont 8 ans. à quelle heure est-ce que tu vas à l'université، چه ساعتی تو میری به دانشگاه؟ à quelle heure est-ce que tu vas à l'université و VAS هستش. خب این کارت پستال رو هم اگر بخوایم تمرین 9 کامل بکنیم. کوکو کلاغا nous sommes à Cannes depuis une semaine، یعنی ما در کن هستیم، در شهر کن هستیم از یک هفته پیش تا الان. ici il fait très beau، il fait فی که آخرش ت داره یعنی F A I T، il fait très beau، اینجا هوا خیلی خوبه. il fait 30 degrés، 30 درجه است، دوباره فی همون F A I T. le matin nous faisons une promenade sur la croisette، صبح ما گردش میکنیم توی کروازت. c'est l'avenue au bord de la mer، اون خیابونه کنار دریا هستش.
c'est باز ا میشه est. C'est l'avenue au bord de la mer. L'après-midi nous allons à la plage. بعد ظهر میریم به ساحل. Nous allons à la plage. Nous faisons aussi un peu de sport و یکم علاوه ورزش میکنیم. Nous faisons du sport. Du vélo et du surf. خب دوچرخه سواری و موج سواری میکنیم. Ce soir on va au cirque. امشب میریم به سیرک. Timéo est très content parce qu'il sait nager maintenant. تیمئو est est. برای صفت ها مثلا اینجا content صفت هست پس فعل être رو استفاده کرده. تیمئو est très content parce qu'il sait nager maintenant چون الان بلده که شنا کنه. Bref, on passe vraiment de bonnes vacances au soleil. ما واقعا در این جایی که آفتاب هست زیر آفتاب تعطیلات خوبی رو میگذرونیم. On t'embrasse میبوسیمت. Marie, Fred et Timéo. Marie, Fred و تیمئو. خب برای تمرین 10 هم rédiger des phrases pour présenter les personnes, utiliser les verbes et les mots proposés. دیگه حالا با استفاده از این جملاتی که اومده میتونید این افراد رو توصیف بکنید. مثلا اینجا میتونید بگین il est français, il est célibataire. چون فرانسه و célibataire صفت هست پس از فعل être استفاده کنید. il a 25 ans, 25 سالش. سن رو با avoir استفاده میکنید. Il va au travail میره سر کار. Il fait du foot et de la course à pied. حالا فوتبال میکنه و میدوه. Il est directeur d'entreprise. اون رئیس شرکته. Il est grand. قدش بلنده. خب grand صفت پس از فعل avoir از فعل être استفاده کنید. Il a les yeux bleus. چشمان آبی داره. avoir les yeux از فعل avoir باید استفاده کرد. Il est brun. اون چشم ابروی قهوه‌ای داره. brun صفت پس باز از فعل être استفاده میکنه. یا اینجا مثلا چون جمع هست یعنی مسکولین پلوریل هست چون یه خانم و یه آقاست پس باید بگیم که ils sont retraités اونا بازنشستن فعل être چون retraité ادجکتیوه. یا ils sont mariés اونها متأهل هستن دوباره فعل être چون ادجکتیوه. برای elle مثلا میگیم elle est petite. برای آقاه میگیم il est grand. حالا مثلا ils ont les yeux verts اونها چشمان سبز دارن. ils font de la danse مثلا اونها میرقصن. ils font du bal مثلا رقص باله انجام میدن. پس به این ترتیب میتونین افراد رو توصیف کنیم با استفاده از این 4 تا فعلی که یاد گرفتیم. و برای prenez la parole هم کلا سال 11 میگه alors présentez votre meilleur ami. بهترین دوستتون رو تعریف کنید توصیف کنید. vous devez utiliser 2 fois les verbes être, avoir et faire و از هر کدوم از این فعل های être, avoir و faire 2 بار استفاده کنید. و در قسمت prenez la parole vous venez d'emménager میگه به تازگی اسباب کشی کردین. vous vous présentez à votre nouveau voisin و میخواین خودتون رو به همسایه جدیدتون معرفی کنید و یه مکالمه رو میتونین در واقع ایمجینه کنید. خب درس امروز اینجا تموم میشه. تمریناش رو خودتون حتما انجام بدین. مجددا تاکید میکنم قبل از اینکه تمرین رو با من گوش کنین حتما خودتون ویدیو رو پاز کنین انجامش بدین و بعد توضیحات من رو گوش کنین. و حتما هم برای صرف افعال چون بسیار بسیار چیز مهمی هست حتما سعی کنین که صرف افعال رو که وقتی میخواین حفظ کنین بنویسین. اینجوری میتونین از 2 تا حافظه استفاده بکنین برای یاد گرفتن صرف درست افعال. تا جلسه بعدی که با درس آینده در خدمتتون باشم. خدا نگهدار.